یکی از دوستانم که خیلی چاقه رفته دکتر براش یه رژیم وژیتریان یا گیاهخواری رو نوشته. اومده بود پیش من میگفت از وقتی که من این رژیم رو گرفتم بد اخلاق شدم، مودی شدم، بدون دلیل عصبی میشم. رژیمش رو نگاه کردم، ذرتم توش بود. این ذرته 190 میلیمتر، ساخته دست بشره، اما این ذرت 19 میلیمتره. تو بیابونا به شکل خودرویی هزاران سال پیش رشد میکرده. این کجا و اون کجا؟ این ذرتایی که امروز داری میخوری ژناش دستکاری شده است، شیمیاییه. بد اخلاقیات، مشکلات زناشویی، مشکلاتی که تو زندگیته، همش به خاطر این موادیه که ژنهاشون دستکاری شده. این کار رو با خودت نکن. نمیگم اصلا نخور، طبق برنامه بخور. دوست داشتی به سایتم بیا mirchanari.com.